Ulu Tanrı'nın adıyla Bismillahirrahmanirrahim. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 149 مهندسی جهر رو با تورق یک کتاب ترکی به زبان ترکی با الفبای ترکی عربی و قدیمی چند صد ساله و دستنویس یا خطی آشنا میشیم و آغاز میکنیم. ببینیم که برای شانس امروزمون چه کتابی میاد که دانلود بکنیم. بذارید ببینیم. اوکی، ما در روز دیروز دیوان حضرت سلطان شاه اسماعیل صفوی رو خطایی رو تلاش کردیم بخونیم. در خوندنش با مشکل مواجه شدیم به خاطر خوشخطی و به خاطر اون اصل نبودن کتاب. از یک کپی عکس گرفته شده و تقریبا میشه گفت که اون کپی هم خیلی بد افتاده، اون حروف خیلی قابل شناسایی نبود. اما امروز این چیزی که با اینجا نوشته قرآن عربچه ترکچه، قرآنی که به دو زبان ترکی و عربی در 963 هجری قمری نوشته شده. حالا اگر بیایم این رو با ماشین حساب محاسبه بکنیم، اوکی، الان 1447 باید باشه و ازش کم بکنیم 963 رو 963 484 سال پیش این کتاب نوشته شده. الان جلد کتاب رو ما میبینیم. اگه دقت بکنید کتاب خیلی بلنده، به صفحه در صفحه جا نمیگیره، قدش ارتفاعش بلنده و اگه ببینید جلد از 3 تکه، یعنی معمولا کتاب ها جلد کتاب ها 4 تکه، معمولا کتاب ها جلدشون به 3 قسمت تقسیم میشه، یکی جلد اول، یکی جلد آخر و یکی هم اون شیرازه نازک کتاب، قطر کتاب رو جلوه میگیره. اینجا میبینیم که یک چیزی هم میچرخه مثل کیف میشه، اون رو هم عکسش رو گذاشته. کتاب چرم زرشکی داشته و میبینید که خیلی آسیب دیده، بیرون کتاب خیلی آسیب دیده. این حالا داخل صفحه رو که باز میکنه، جلد رو که باز میکنه، اون صفحه‌ای که به جلد چسبیده اون یک نقاشی روی آب دوره عثمانی هستش. اینجا این کتاب وقفیة الامیر قاضی لفکر القرآنی، یک امیر قاضی نامی این رو برای مرکزی به نام فکر قرآنی، به مرکز فکر قرآنی این رو چیز کرده، وقف کرده. The prince قاضی trust from Quranic thoughts، همون انگلیسی همون رو نوشته در صفحه. این یه مهره که ظاهرا به اینجا خورده، یا اینکه مهرم نیست، حتی ممکنه در اون پی دی افی که داشتن انجام میدادن این آرم هی روی همه صفحه ها اومده باشه، چون که مهم نیست در کجای چیز خورده باشه. میبینیم که در صفحه بعدی هم هست. بله، در همه صفحه ها این احتمالاً تکرار میشه به عنوان یه آرم. صفحه بعد رو میبینیم که 3 روی یک برگ. حالا اینجا وقتی میخواد بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسه، اون صفحه رو که نگاه میکنیم خیلی پاره شده. صفحه های بعد رو هم میبینیم که پارگی، این صفحه بعد رو هم میبینیم که پارگی داره، هم در پایین هم در اطراف اون کاملا دیده میشه. و کهنگی، اون زردی کهنگی رو شما میتونید در صفحات کتاب ببینید. صفحه بعد هم همینطور هستش، اگرچه پارگی نداره ولی آب رفتگی و کهنگی رو، علائم کهنگی رو میتونید ببینید. اینجا ما با
یک نوع ترجمه قرآن به ترکی مواجه هستیم که عربی رو خیلی زیبا و قشنگ و درشت نوشته، اما ترکی رو انگار که هر کلمه رو در زیر اون کلمه عربی ترجمه کرده. فاصله بین سطرها خیلی خوب هست، اما اون عرض کردم ترکی ها خیلی چیز هستش. حالا چون این کتاب 700 صفحه هستش، من از هر 50 صفحه یک صفحه رو نمایش میدم که ببینیم چی هستش. نگاه کنید صفحه 50 هستش، جز لبه های کتاب که یه مقدار آسیب دیده بقیه جاهاش خوب مونده و خطم همون خط هستش. این خط قرآنه، تقریبا در همه جای دنیا تقریبا قرآن رو به این سبک و سیاق و با این خط می نویسن. و اینجا با در صفحه 100 هستیم، میبینید که باز خط البته یه مقدار کوچیکتر میشه، نمیدونم علت کوچیکی به خاطر صفحه هست. بله فکر کنم که خط کوچیکتر میشه، همون عربی ها کوچیکتر میشن و ترکی ها هم باز هم کوچیکتر میشن. یه مقدار زردی رو در اینجا که علامت دسته، هی دست اینو صفحه رو ورق میزدن، اینجا میبینیم که اون صفحه اون اثر انگشت اونجا مونده. بریم صفحه 150. حالا اینجا 160 شد، نگاه کنید 167. اینجا بهتر تقریبا دیده میشه، باز هم همون اثر انگشت رو میتونیم در گوشه صفحه ببینیم. 200 زردی آب رو ببینیم، نمناک بودنش رو ببینیم. یه مقدار به نظرم خط عوض شد در اینجایی که الان صفحه 257 هستش، 257 PDF هستش. در اینجا میبینیم که یه مقدار نوع قلم و املای کلمات عوض شده و اینجا هم همینطور. یعنی به نظر من اینجا هم دوباره تغییر کرد. حالا اینجا هم همینطور دوباره کاملا اون خط عوض شد. حتی بین این دو صفحه خطش خیلی فرق داره. اینجا ظاهرا یک بخشی بوده که احتمالاً غلط بوده، اینجا رو پاک کردم و رنگش سیاه شده، از نو اینو نوشتم. بریم صفحه آخر رو ببینیم و ببینیم چه خبر. اینجا جلد رو میبینید، صفحه آخر جلد آخر رو میبینید که حالا اون قابی که وجود داره مثل کیف چیز میشه، اون رو هم میبینید. چه نقاشی واقعا زیبایی بوده، خیلی محشر از نظر رنگ و اون این خیلی سخته این نقاشی رو انجام دادن. این آخر کتاب دوباره قرآن رو میبینید که خیلی پاره شده و آسیب دیده، این 4 صفحه آخر، و بعد هم میبینید که چقدر آسیب دیدگی در صفحات آخر، کهنگی، زردی و پاره شدن صفحات رو میتونیم در این صفحه های آخر، سوره های ریزی که وجود داره ببینیم. همینطور اینجا ما با شیرازه کتاب هم مواجه هستیم که آسیب جدی دیده. کتاب در صفحات آخرش بسیار بیش از صفحات اول آسیب دیدگی رو داره. خب برگردیم و بریم سراغ قرآن به زبان ترکی. از اول شروع بکنیم ببینیم چی میگه. کتاب رو بزرگش میکنیم تا بتونیم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنری عدیل شلرین یا اوگورون. تنری عدیل باشلرن یا اوگورن. احتمالاً این به این معنی است که به اسم خداوند کارها رو شروع میکنی، مثل زنجان و قزوین و همدان و
این هاست، یعنی به لهجه این انگار که اونجا ترجمه شده. ترجمه هم نیست در اصل، این میگه که بسم الله الرحمن الرحیم یه اصطلاحیه، اینجوری معنی میکنه، یه اصطلاحیه که برای وقتی یه چیزی رو شروع میکنید انجام دادن یا برای خوندن یه چیزی شروع میکنید این رو به زبان میارید، معنی نکرده در اصل. حالا اینجا یه چیزی اینجا میبینیم، یه تکی پاره شده گذاشتن کنار کتاب، عکسش رو گرفتن، متاسفانه نمیدونیم که چیه. قال علی رضی الله عنه من حالا بذارید اینو بچرخونیم ببینیم میتونیم اینو بخونیم این حدیث چی هست. نه خیلی چیز کردیم، باید این رو بذارید ببینیم کجا رفت. قال علی رضی الله عنه من قرأ ها چی این چی هستش نمیتونم بخونم، متاسفانه نشد که بخونم. خب برمیگردیم سراغ کتابمون. الحمدلله رب العالمین ölmek tenrigettir alimlerin. حالا بیا اینو بتونیم بخونیم. تنریدندر احتمالاً övünmek Tengridendir alemlerin yapsılıcısı. این چی هستش؟ yapılıcısı. این برای اولین بار با یه چنین ترجمه مواجه هم که برام آشنا نیست و حروفش هم کوچیک هستش، خوندنش سخته، ولی تلاش میکنم که این کتاب رو ترکی این کتاب رو بخونم. این خیلی جالب خواهد بود برای اینکه ما با ترکیه بدون استفاده از کلمات عربی، خیلی زیاد البته کلمات عربی استفاده کرده، الرحمن الرحیم رو میگه که این مثل این که بعضی از کلمات رفته رحمت قلج، بازم رحیم رو هم رحمت قلج انجام کرده یا قلج. این چی هستش؟ یعنی قلج gününde hükmü eylemek مالک و اللهی. این مالک یوم الدین رو ببینید با کلماتی گفته که برای منی که ترکی نخوندم و حق نداشتم در وطن خودم به زبان خودم ترکی علمی ادبی و دینی رو یاد بگیرم، به چه روزی افتاده که نمیدونیم که این مثلا این کلمه که اینجا به ترکی مالک رو تعریف اول معنی کرده، حالا بین ت این به ترکی چجوری خونده میشه من اینو بلد نیستم. این جرمش، این گناهش، این مجرمیت، این که اجازه ندادن من به زبان خودم حتی قرآن رو بخونم و باهاش آشنا بشم، این به عهده کی هست و چه کسی باید و در کدوم دادگاه باید جواب بده. حالا دوباره یعنی اینجا قیامت نیستش، گ ی ل ت یا گ ی ت، البته ل داره. Gilet gününde Geylet gününde نمیدونم حالا چجوری باید اینو بخونیم. حکم eylemek مالک و Allah'a. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. سنه حالا بازم بزرگش بکنیم ببینیم میتونیم این رو کلمات رو ببینیم و ایاک نعبد و ایاک نستعین. سنه خیلی خوب نیفتاده، مثل پر ز افتاده که اون هم کامل دیده نمیشه. بذارید ببینیم که یکی از دوستان داره زنگ میزنه، من تلاش کردم که ببندم.
dahi senden erge vermek isteriz. ببینید احتمالاً عراق این میتونه باشه، عراق، همون عراق، ولی این سنن ارگه vermek isteriz. اهدنا الصراط المستقیم yıl göster bize doğru yol göster bize احتمالا göster باشه، göster doğru yol. یک ilk eyledün یا ایلک ایلدون، نمیدونم، نگاه کنید اینجا انعمتر و نعمت رو خیلی یولی که اگر کم ایلک ایلدون ایلکler ilerek ölüzde. خیلی ترکیه جالب. بذارید بریم یه صفحه‌ای که بتونیم حالا خطش بهتر دیده بشه. این صفحات اول کتاب خیلی جدی آسیب دیده. بذارید بریم مثلا صفحه 10 PDF ببینیم که اونجا چه خبر هست. یه ذره کوچیکش میکنیم که این صفحه رو ببینیم. میبینیم این سوره باید حالا بیا این یادم رفت چه سوره‌ای باید، سوره اول قرآن بعد از حمد معمولاً چی هست؟ به راحتی از یادمون رفت. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی. اسم سوره رو ننوشته اینجا. نگاه کنید این در یه زمانیه که احتمالاً اسم سوره ها نیست. نگاه کنید هنوز سوره ها اسم گذاری نشده احتمالاً. همونطور که در حمد اون بالا دیده نمیشه. البته اون گفتم شاید به خاطر چیز باشه. حالا بذارید آخر کتاب رو بریم ببینیم که آخر این قرآن سوره ها اسم گذاری شده. نه، اینجا بازم میبینیم که قل اعوذ برب الفلق، این قل هو الله احد، سوره ها نامگذاری نشده. دوستان نگاه بکنید، این برای این کتاب خیلی باید قدیمی باشه. از چند جهت میشه گفت این کتاب خیلی قدیمیه، بیش از اون تاریخی که اینجا نوشته شده. احتمالا این نسخه است که در این تاریخ نوشته شده، برای اینکه قرآن در اون زمان حتی سوره ها نامگذاری نشده بوده. الان ما مثلا میگیم که سوره حمد، سوره نمیدونم ناس، سوره فلان، اینها رو الان برای قرآن ها نوشته میشه. خیلی وقت چند صد سال پیش شروع کردن این کار رو، اسم گذاری کردن سوره ها رو، ولی این قرآن در زمانی نوشته شده که هنوز در اسلام این ملاها نرسیده بودن به این فکری که بیان و قرآن رو صفحه 20 کتاب میشه ببینیم که چی ها داره. البته یه مقدار فرق داره به خاطر اینکه این صفحه همراه با جلد و اون خالی ها هم هستش. احتمالا صفحه 16 اینا باشه. و قالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم قلیلا ما یؤمنون. حالا این کتاب اگر اونقدر قدیمی باشه میشه با قرآن هایی که بعد از این یا قبل از این نوشته شده مقایسه کرد و دید که چه کلماتی رو درست یا غلط نوشته شده، نه هم در اینجا هم در اونجا. یعنی نمیشه گفت که کدوم یکی درست نوشته. یعنی این رو البته میگم خیلی به راحتی الان میشه قرآن های مثلا چاپ ایران رو، چاپ عربستان رو، چاپ مصر رو، چاپ اندونزی رو، مالزی رو، اینها رو و حتی هند رو با هم مقایسه کردید که چه تحریفاتی در طول تاریخ، حتی در این زمان که اخیراً چاپ شده، چه فرق‌هایی در قرآن هستش که به معنی تحریفه. ولی اینجا الان ما داخل این قرآن رو داریم بحث میکنیم که به زبان تو این حاشیه هم نوشته. نگاه کنید حالا اینجا میشه این رو قرآن معنی ها رو بعضا یعنی رو برده بالا و
در حاشیه هم نوشته که میتونیم این رو برگردیم ببینیم. من عبادهی گلرندن، نگاه کنید اینجا. حالا این رو هم اگر برمیگردونیم و ببینیم چی هست. و قالو دخی، این ددیلر نیستش، نگاه کنید، اتدیلر. قالو دماغ یه چیز جدیدیه، نمیدونم از یه زمانی وارد زبان ترکی شد. دخی اتدیلر. گگلوموز، همون گönlümüz هم میتونه باشه گگلوموز. گبلردür. غلفون، این غلف رو معنی کرده گبلر، قبل یا این قلف مثل کلید که بسته میشه، بسته شدن هستش. ولی اینجا نگاه کنید این رو یه کلمه ترجمه کرده که من برام آشنا نیستش. قبلر در، یعنی قفلlanmıştır. بلکی، بل رو بلکی ترجمه کرده. لعنهم الله، ایراق ایلدی تنری. ببینید لعنت رو ایراق معنی کرده، ایراق. قلیلا، بیر از میتونه باشه، این مثل سین نوشته شده اما به نظرم میاد که بیر، اون ر رو اینجوری حالا یه مقدار مثل سین نوشته شده. بیر از ما یؤمنون ایمان گتردیلر. گتردیلر. اینجا ر رو برعکس اون میبینم، در نتیجه یه مقدار دوباره پیس از باشه احتمالاً. پیس از قلیلاً، پیس از که نمیشه، این بیر از هم بهتر دیده بشه. بعضی از کلمات ترکی رو هم صداگذاری کرده، خصوصا صداهای آ و ای رو صداگذاری کرده. این رو هم یه چیز جالبی که در این قرآن باهاش روبرو هستیم در این ترجمه. ولما جاءهم کتاب دخی اول وقتن کیم geldi آنلری. حالا اینا کنید احتمالاً لما جاءهم این رو دخی اول وقتن کیم geldi آنلری. کتاب یعنی قرآن. حالا کتاب رو میخواد بگه که آقا این کتاب در اون، یعنی اینجوری معنی کرده، گفته قرآن در متن قرآن هست کتاب، میگه که منظور از کتاب فکر نکنید کتاب امروزیه، یعنی قرآن، منظورش قرآنه، اسم قرآن رو کتاب میگه، نه اینکه کتاب به منظور کتاب امروزی که ما باهاش مواجهیم. الان با این کتاب مواجهیم که اسمش میگه قرآنه. در اون مقطع که قرآن برای حضرت رسول نازل می شده، کتاب به معنی کتابی که ما امروزه میفهمیم نبوده، کتاب اسمی برای قرآن بوده. یعنی به جای اینکه بگن قرآن میگفتن کتاب. این خیلی این یه معنی جدیدیه که من عند الله تنری گتینده. عند الله در نزد الله میگه تنری گتینده. مصدقون گرچک دویجی. مصدقون گرچک دویجی. من اینو دویجی میخونم اما دوگجی هم خونده میشه. این لما معهم آنکم آنلرون لدر، یعنی آنلرون لدر یعنی با اونهاست. معهم آنلرون لدر، این برای این ترکیب ترکی آنلرون لدر برای اولین بار دارم این رو میبینم. ببینید یکی از بهترین منابعی که میشه با زبان ترکی آشنا شد و کلمات درست رو درش دید و فهمید و در آورد، کتاب‌های دینی
سنگین هستش، مثل خود قرآن هستش، مثل نهج البلاغه هستش که استاد بزرگی در مراغه این رو ترجمه کرده، استاد بارشماز اگر اشتباه نکنم، خیلی کار معظمی انجام داده. و کانو من قبلو اولدلریدی، کانو بودند، حالا این میگه اولدلر ایدی، من قبلو اولروده، ایلروده، ایلری یعنی در گذشته، در پیش، در جلو، حتی جلو هستش. ولی چون این تاریخ که ما زندگی میکنیم، فردا جلو فکر میکنیم فردا جلو هستش، اما جلو چیزی بوده که گذشته و این گلجک میشه. ایلروده یعنی رد شدیم ازش، ایلروده یعنی در گذشته. ایلروده یستفتحون علی الذین کفروا، ببین نصرت استر، یستفتحون، نصرت کلمه عربی استفاده کرده، یستفتحون نصرت استرler علی الذین آنların üzere kim keferu küfr öylediler ve keferu felemma caahum, pes ol vaqti kim geldi onlara, ma arafu ola kim bülerdi, ma arafu ola kim bülerdi. ما عرفو باید این نمی فهمیدن باید باشه، این مثبت به نظرم من که لکن بلردی، ما عرفو کفرو به، کافر اولدلر آنه به آنه، فلعنه ولعنت الله، پس تنری کار برده، پس تنری لعنتی علی الکافرین، کافرler üzeredir. بئس ما اشتروا به، نه یاوز نسندر. حالا اینجا یک کلمه نوشته که لکم، نه یاوز نسندر، بئس ما اشتروا. حالا این اشترا رو بعداً معنی میکنه، ولی اینجا نه یاوز، بئس ما خیلی بد. حالا اینجا یاوز معنی یاوز احتمالاً اینجوری، نمیدونم این رو باید چجوری بخونیم، خیلی در زبان ترکی واقعاً بیسوادی من بیداد میکنه. نه یاوز نسندر لملکم، این نمیدونم اینجا یه چیزی نوشته که ترکی هستش یا چی هستش نمیدونم. اشتراو به، ببینیم چی، ست دیلر آنه، ست دیلر، ساتلار الان ما همین میگیم، ولی اینگار ست دیلر آنه انفسهم کندüzlerini، جمع بسته، کندی یه نفر، کندüzlerini جمع کندüz یا کندیزlerini، کندیم کندی نفر سوم، کندیم کندی، کندین کندیم کندی، کندینیز کندیلری کندیز، یا کندیز کندیلری کندیمیز. خب اینجا اینجوری جمع بسته. من این رو هم برای اولین بار میبینم که خود این ضمیر رو هم جمع بسته، خیلی زیبا. کندیزلرینی انا کم، کم، این کم هستش یا کم، کم باید باشه، کم که خونده نمیشه در ترکی، نمیدونم. یک کافر اولور، یک فرو کافر اولور، کم کافر اولور و کافر اولور به ما انزل الله، آنا کم به آن چیزی که اندردی شایدم اندردی یا اندردی الله، بغین
حسدن ötürü en yunezzilallahu min fazle kim endire yunezzilu endire ya indire تنری پیغمبرlik و کتاب. تنری چه چیز رو نازل میکنه اینجا؟ اون رو من فضلهی فضلندن، یعنی حالا این یعنی اینه تنری پیغمبرlik و کتاب، این رو من فضله اینه اندره تنری فضلندن یعنی پیغمبرlik و کتاب. این اینجاش اینجوری باید خونده میشد که من یه مقدار جلوتر خوندم. الا من یشاء el üzere kim diler. Yaşa dilemek, arzu etmek. Anın üzere in başı. Ala men anın üzere kim diler. Feba'u be gazabin. Pes dendiler gagğile غضب گاگغه. این جالبه، این برای اولین مثلا من اینو بگم قایغی نگرانیه، ولی اینجا غضب رو به غضبن گاگغه غضب معنیش نه گاگغیله علا غضبن گاگمق üzerine علا غضبن. ببینید از کلمه گاگمغله این من میم رو ندیده بودم، حالا که با گاگمغ رو üzerine روبرو شدم متوجه شدم که این گاگمغ یعنی غضب، به معنی غضب در عربی گاگمغه. گاگمغ üzere و للکافرین عذاب مهین و للکافرین دخی kafirlerindir عذاب رو خود عذاب نوشته. مهین، حالا ببینید مهین چی میشه؟ خور ایلجی، خار ایلین، خور. نگاه کنید این کلمه خار که رفته در فارسی این رو از ترکی به نظرم گرفتن، خور ایلجی. من فکر کنم که بریم صفحه یه صفحه دیگر، صفحه مثلا بریم الان صفحه 10 هستیم، بریم صفحه 30 PDF، یکی دو آیه هم از الان رسیدیم به بذارید 30 PDF بریم. اوکی 30 PDF یکی دو آیه هم از اینجا بخونیم ببینیم چی میشه. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله علی کل شیء قدیر. دخی یعلمو دخی بلور آنکیم یعلمو ما یعنی بلور آنکیم آن رو بلور آنکیم göklerdedir. Fis semavati göklerdedir. آن کیم به معنی ما هستش، آن چیزی که، آن کیم بلور دخی بلور آن کیم göklerdedir و ما فی الارض دخی آن کیم yerdedir. والله علی کل شیء قدیر دخی تنری هر نسنه üzere علی کل شیء کل نگاه هر نسنه کل شیء her nesre üzere Qadirun gücü yeter. Çok güzel. Qadirun gücü yeter. خیلی تفسیر زیباییه. یوم تجد کل نفس ما عملت. یوم ol gün tecid bulmak, tapmak. Büle tecidu büle kullu her nefsin her nefs ما عملت. ما چی هستش؟ آن کیم o şey ki آن کیم عملت işledi min خیرین خیریدن
محضرن حاضر اولونموش، محضرن حاضر اولونموش و ما عملت دخی آن کم اشلدی. نگاه عملت رو اشلمک رو خیلی به جا به کار میبره. اشلدی من سوءن یزلقدن، اشلدی یزلقدن، من رو دن، اون دن که آخر کلمه آورده اونجا سو یزلق معنی کرده. نگاه کنید این من مثلا اولین باره که میبینم مثلا من اوسیدیم شاید بنویسم پیس، اما میگه یزلقدن، یزلق، یزلق، این باید حالا مصدرش چی باشه؟ یوز باشه، یزلق، یزلقدن. تودلو یا تودلو، ببخشید، حالا اینجا یه سق یا سو سیو مثل این که هستش، اگر آن را اولزی، اگر اولزی یک سوا، اگر اولزی یک، نمیدونم این چی رو، اینو چی بخونم، اونقدر جنایت خیلی عمیقه در مورد ترک ها که اجازه ندادن ما در 100 و خورده سال گذشته با زبان خودمون آشنا بشیم. الان با یک کتاب ترکی که میخوایم بخونیم با خط ترکی عربی هم نوشته شده اینقدر مشکل داریم. بینها آنون آرسینده، آرسینده، اینو میشه به راحتی خوند. و بینهو دخی اول یزلوک آرسینده. ببینید این یوز که اونجا آورده بود یزلوک یعنی سو، این سو رو یزلوک رو دوباره کرد. و بینهو دخی اول یزلوک آرسینده امدن بعیدن، این حالا عراق، بعید عراق، این امدن نمیدونم، آها این بالا آورده، این رو امدن رو پایین جا نشده بالا ترجمه کرده. ارگلق، ارگلق، این ارگلق چی میشه؟ یا ارگلق، ارگلق. عمدن احتمالاً به معنی تیر، دیرک به کار برده احتمال میدم. یعنی این ارگلق برای اولین باره که، یا ارفلق هم میشه خون. البته اگه بخوایم اینو دقیق تر ببینیم باید بچرخونیم که دیگه نمیخوام بچرخونم. بعیدن عراق با الف نوشته عراق. و یحذرو دخی گرگدر، 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 گرخوتما خمون، یحذرو گرگدر سری کم الله نفس، یحذرکم سیزی، دخی گرگدر سیزی، سری من گفتم این غلطه، سیزی، کم سیز میشه، الله تنری، نفسهو کندوزندن یعنی از خودتون. این ضمیر رو هم برای اولین باره که من این نوع کتاب ترکی که اینقدر ضمیرها رو خوب به کار ببره اولین باره که دارم میبینم در میان این 250 کتاب شاید بیشتری که الان باهاش روبرو شدیم. این اولین کتابی که اینقدر میبینم که در ترجمه قرآن اینقدر دقت میده. تنری کندونزندن از نفس خودتون. والله رعوف بالعباد دخی تنری مهرباندر گلرینه. رعوف مهرباندر، اینجا مهربان رو نوشته
خب فکر میکنم این هم یه دلیلی بود که حالا بریم یک صفحه دیگر، صفحه مثلا 60 PDF ببینیم که اونجا چه خبره. یه ترجمه ای از اونجا بخونیم، یکی دو آیه. ببینید آیه ها چنان به هم چسبیدن که انگار یک آیه رو داریم میخونیم، در حالی که واقعا این احتمالاً نزدیک یک صفحه هستش که هیچ فاصله از هم ندارن. احتمالاً اینجا مسیر بعد از مسیرون یه فاصله باشه اینجا، یا اهل الکتاب شروع بشه، تا اینجا یک آیه هست. از اول صفحه تا اینجا نگاه کنید، یعنی در اون مقطع تاریخی هنوز آیات رو هم شماره گذاری نکرده بودن که مثلا کدام سوره چند آیه داره، یعنی شماره گذاری نکرده بودن، نه اینکه نمیدونستن. این هم نشون میده که باز این کتاب خیلی قدیمی تر از این 470 و چند سالی که اینجا 484 سالی که اینجا گفته میشه هستش. احتمالاً این نسخه از اون کتابی اوریجینالش که نوشته شده، کپی برداری شده، این نسخه 484 سال عمر داره، ولی اون نسخه اصلی که نوشته شده احتمالاً بیش از 1000 سال عمر داشته باشه. حالا این چی هستش ببینیم. حالا سلام یولرینه از سلام هستش، سل از سلامه یعنی سلام یولرینه و یخرجهم دخی چگرر آنلری من از ظلمات گرگونلکدن ظلمات گرانلوک. الان گرانلوک میگیم، گرگولوکدن احتمالاً گرانولوکدن، همین گرگولوکدن نوشته دیگه، من این دیگه چیز دیگری نخونم. گرانلوک میشه مثلا گرگولوکدن. میشه این رو کاف رو اگر نون بخونیم گرنولوکدن میشه، گرنولوک، ولی گرگولوکدن احتمالاً اینجوری هم به جای لام هم اینو میشه خوند گرگولوکدن. ایلا نور aydınlığa. این گرونولوکدن aydınlığa. این کلمه رو خیلی خوب نمیتونم ببینیم، تو ترکی خیلی ضعیفم دیگه. به اذنهی اینجا یک کلمه نوشته که ببینیم این به اذنهی رو چی میتونیم بخونیم. دگیله دیلگیله به ازنهی دیلگیله، آرزو، خیلی که زیبا، دیلگیله. و یهدیهم دخی تغرو یولا gösterer. دخی تغرو با ته دسته‌دار، تغرو یول gösterer یهدیهم الی صراطن. الی رو اینجا آنلره، یهدیهم آنلر، اون هم که آخرش وجود داره آنلره، الی صراطن یول دیه مستقیم، تغرو و تغرو. لقد کفر الذین قالوا یا بیک لقد. این کلمه باز هم نمیدونم در ترکی چجوری باید خونده بشه، کاش صداگذاری میکردین یا یکی از دوستان بیان این رو صداگذاری بکنم به صدایی که اون زمان خونده میشه، خیلی عالی میشه. بیک کفرو کافر اولدی
kafره kafir oldu. بیگ احتمالاً از بیخوبون و لقد کفره یعنی بیخوبون، احتمالاً اینجا بیگ کافر oldu. الذی آن kim قالوا ان الله هو المسیح ettiler قالوا ettiler dediler ettiler ان الله دوباره همین بیگ تنری، این لقد هم عین همین نوشته شده. البته اینجا احتمالاً نه همونه بیگ یا بیو تنری هو مسیحدür. ابن مریم oğlu قل it فمن، این حالا دوباره مثل یس میخونم این رو، ولی قل ایت فمن، پس احتمالا باشه پس یملکو مالک اودر من الله تنریدن شیئا نسنه. این اراده اگر دلمک رو نگاه کنید به معنی اراده، آرزو، امر به کار میبره. در هر ستا این دلک و دیلمک به این معنی ها به کار میرفته. اراده دیلیه ان یهلک کم هلاک ایلیه المسیح ابن مریم عیسی مریم oğlu و امته یا امهی دخی آناسینی و من فی الارض دخی آنلر کم یرددür. نگفته در یر üzü نگاه کنید، یرددür جمیعاً هب جمع نگاه کنید. و اینجا دیگه کلمه خیلی قاطی شده، نمیتونم عربیشو بخونم. احتمالاً تنری نیکدر گوگلر، حالا نمیدونم این کلمه عربیش خونده نمیشه. دخی تنری تیکدر یعنی ساخت، تیکدر تنری تیکدر گوگلر از سماوات، گوگلر اینجا نوشته پادشاهلقی، احتمالا اینجا ملک بوده که اینجا نوشته ملک، نمیدونم حالا اینجا چیه. دخی تنری تیکدر گوگلر پادشاهلقی و الارض دخی یرون و ما بینهما دخی اول کی آراسنده بینهما. البته اینجا یه غنون دخی اول کی آراسنده غنون، این غنون چی هست اینو نمیدونم. غن یخلقو یردر ما یشا آن کم دیلر یشا دیلمک و الله دخی تنری علا کل شیء، احتمالا این قدیر باید باشه که خونده نمیشه دیگه. خیلی خوشنویسی تلاش کردن اینجاها رو بکنن، خیلی بد شده. دخی تنری هر نسنه üreten gücü yeter. Ve gâletul Yahud dediler. Dahi ider Yahudler. Ve en-nesara dahi Nasraniler. Nahnu biz. حالا اینجا دیگه دوستان این قسمت رو نمیتونم بخونم چون عربیش هم نمیشه کامل دید. نحنو احتمالاً اولیاء الله چی هستش اینجا. به تنری اوغلریوز، یهودی ها و نصارا گفتن که ما فرزند اللهیم.
تنری oğlanları yüz یعنی هستیم yüz یعنی ما هستیم تنری oğlanları و احباؤه dahi dostları yüzanın گل ات بگو یعنی ات بگو فلم بسنیه این اون بالا هم که گفتیم siz عذاب ایلرسز. حالا اینجا دیگه به زنوب بکم احتمالاً هستش که yazgılımlar gözle yazgılımlar gözle این دیگه yazıklar هم میتونه باشه yazıklar gözle. حالا نمیتونم بخونم بریم صفحه 90 کتاب ببینیم که اینجا رو میتونیم بخونیم. اینجا خطش بهتره. فما نحنو دگرلر نحنو اینجا فما نحنو احتمالاً هستش حتما همینه دگلوز اینو فما نحنو یعنی ما نیستیم این میگه دگلوز لکه سانا به مؤمنین اینانجلر مؤمن اینانج نگاه کنید خیلی زیبا اینانجلر فارسلنا پس وردük aleyhim onların üzere at-tufane su tufani vel cerade dahi çagirge ما الان حالا من اینو در خواب دیشب یه چیزی میدیدم که الان یادم رفت یک کلمه میدیدم که یادم افتاد. در ترکی لهجه های مختلف بعضی از کلمات حروف در کلمه جابجا میشه. مثلا در آذربایجان میگن körpü در ترکیه میگن köprü نگاه کنید و همچنین در آذربایجان میگن örgendim یا örgendi örgeşmek در ترکیه میگن öğrenmek این ر و چه جاشو عوض میکنه körpü نگاه کنید اینجا هم öğrenmek حالا اینجا یکی از اون کلمه هاییست که دوباره عین همونه. اینو در خواب میدیدم. حالا اینجا الجراد اون چیزی که ما در فارسی بهش میگن ملخ ما در ترکی بهش میگیم عده‌ای باید باشه. در زبان ترکی لهجه های ترکی وقتی تغییر میکنه یه مقدار تو این زمینه ر جاشو عوض میکنه. ما میگیم چکیرگه اونا میگن حالا این دیگه قاطی کردم دخی چگیرگه والقمله و الزفادعه. حالا این دخی احتمالاً این بغدای بیتی یا کنه یا گنه دخی بغدای ما بغدا میگیم این بغدای میگن در ترکیه دخی بغدای بیتی بغدای بیتی یعنی حالا چی بگیم این رو کک گندم دخی بغدای بیتی یا بیره یا گنه بیره همون به زبان ترکی بیت بیره یا گنه. حالا اینجا گفته که این قمل میشه گفت که اون
بیتی الا بیتی بوغدا بیتی یا بوغدا بیرسی بیره. ما اون حیوانی که معمولا نمیدونم حالا اسمشو چی بگیم، من یادم نیست در فارسی چی میگن، سر حیوان یا بدن انسان باشه، به خصوص لای موهاش باشه، این دو نوعه. یه نوعش بهش میگن سیرکه، سفید تخمه مثل این که حیواناته. یه نوعش یه حیوانیه که 5-6 تا هم دست و پا داره و میمکه خونه انسان رو تو و خیلی هم زاد و ولد میکنه. متاسفانه اون اسمش بیت هستش. و یه جوری هستش بیره. حالا این دو تاست، اونی که سر انسان معمولا هستش، یکی میپره یکی نمیپره. اونی که میپره فکر کنم اسمش بیته، یا اونی که نمیپره بیره یا برعکس. حالا من اینو نمیدونم، بیره اونیه که نمیپره، اونی که میپره بیته. احتمالا این باشه، بله، بیتمک، یعنی یهو ناپدید میشه. فکر میکنم به این معنی باشه. حالا میگه این قمل که عربی هستش به این دو معنی هست. میگه ممکنه یعنی این دوتا یه معنی در اصل میدن دیگه. حالا در انسان دوتا داریم، در برنج احتمالا یه دونه آفته، یه دونه حیوانی که برنج رو میخوره، ببخشید گندم رو میخوره، به اون میگن حالا بیت یا بیره، اون از اون. اما میگه ممکنه به معنی گنه هم باشه، یعنی این گمل به معنی گنه هم باشه که اینجا نوشته گنه. گنه هم دیگه تو فارسی هم رفته دیگه، میبینید که در و زفادعه دخی گوربغلر احتمالا زفاده گوربغل هستش که گوربغلر. و دم، حالا این دم دقان دخیگان و اینجا و دخیگان دم گانه. حالا یعنی البته اینجا یه چیزی بالای این اولی نوشته، بذار ببینیم. سؤلوبنه گردی بغازلیه نه دیگن اغلی. این نمیدونم یعنی چی. این بالا یه چیزی نوشته که سؤلوبنه گردی کردی بغازلو یه نه دیگن اغدی. این نمیدونم چی هستش. و دم دخیگان اینجا یعنی کل مولوی گاروندی. یعنی کل مولری یا گاروندی، نمیدونم این چی میشه. آیات نشانلر مفصلاتن، این سچilmişler احتمالا اینجوری باشه. حالا اینجا یه یعنی گفته her birisi 7 gün ide her birisi arasında bir ay idi. حالا اینجا اومده یه معنی کرده، اون بالا هم یه معنی کرده بود که نتونستیم. یعنی her birisi 7 gün idi her birisi arasında bir ay idi. هر کدوم 7 روز بود و بین هر کدوم هم 1 ماه فاصله بوده. این کار یه چیزی میخواد بگه. مفصلاتن seçenlemişler. Fastekberu pes boyun vermediler. Fastekberu boyun vermediler. Boyun eğmediler. اینجوری مثلا فستک مجرمین بزکلولر یا یزکلولر، این چی هستش؟ یرکلو هم میشه خوند. البته اینجا نمیدونم این نقطه ها چی هستش. مجرم رو یه چیزی بود در فارسی به کار میبرن، چیه اسمش؟ میگن
برای کسی که حالا بریم یه صفحه دیگر ازش چند تا بریم صفحه 120 ببینیم که تو صفحه 120 چه چیزی میتونیم بخونیم. اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار. اولئک نشونلر اونلر اولئک شونلر اون نقطه ها نمیدونم این کتاب خیلی چیز نقطه های خیلی زیادی داره. شونلر یعنی اون اولئک الذین اونلر کم لیس یقدر لهم آنلرون فی الاخرة آخرت ده الا رو همون الا معنی کرده النار اده البته این یه چیزی هم بالاش گذاشته که احتمالا ادون هم باشه فنار نه ادون نیستش اده ده باشه احتمالا اده و حبت ما صنعوا فیها دخی حبت باطل اولدی باطل فکر کنم عربی باشه ولی اینجا آورده باطل اولدی ما آنکیم این رو میدونیم که قبلا هم آنکیم معنی کرده صنعوا işlediler فیها آنون içinde و باطلون دخی باطل دور ما اولکیم کانو یعملون اولدوler işler یعملون işlerler یعنی اولدوler یعنی işler. حالا اینجا بس این چیه نمیدونم مور فمن کان علی بینة من ربه فمن بس اولکیم کان اولدی حالا اینجا محمد را هم آورده اولدی محمد علی بینة حجت üzerine بینه رو حجت معنی کرده که خودش هم عربیه بینة حجت üzerine من ربه جلبنده این رب رو یه باری دیگه هم اونجا یک کلمه برخوردیم نتونستم بخونم اینجا هم نمیتونم من اینو جلبنده میخونم جلبنده در زبان ترکی چی هستش یعنی اویرنده یا اویارنده نمیدونم این چی بازم این کلمه رو هم نمیتونم بخونم و نمیتونم درست بخونم و یتلوه شاهد منه دخی و یتلوه یعنی دخی آردینجا اولور آنون و یتلوه دخی آردینجا اولور آنون شاهدون تانق شاهد رو تانق میگه نگاه کنید خیلی زیبا با ت دسته‌دار نوشته یعنی ممکنه دانق هم باشه شاهدون دانق یا دانق یعنی جبرائیل معنی میکنه نمیگه که این جزوه آیه هست میگه یعنی من فرضم اینه که این یعنی جبرائیل یا اونجا گفتش که یعنی نسنه حجت üzeri اون جلبنده یعنی نمیدونم این اوله میتونیم بخونیم اولر میتونیم بخونیم اولر نسنه این نسنه رو میشه حالا متوجه شدم این نسنه هستش ولی اون اویان هستش اوله هستش چی هستش نمیدونم اینم یعنی گذاشته یعنی گفته معنیش اونه اما مراد اینه از اون کلمه مراد اینه این یه چیزی میگه دخی آردینجا اولور آنون تانق یعنی جبرائیل آنده مینهو آنده و دخی واو یعنی چی دخی داخل من قبلهی آندن ایلرو من قبلهی آندن ایلرو کتاب موسی کتابی یعنی تورات دوباره نگفته که منظورش چیزه
آیه نمیگه تورات، میگه یعنی من فکر، یعنی در عربی دوستان یعنی من میدونم، من میگم، نمیگه که آیه میگه. اینجا میگه یعنی یعنی من، یعنی معنیش. حالا اینجوری من اعنی مقصود من، مراد من، یعنی مراد تو. حالا اینجا یعنی را به کار آورده که یعنی مراد اون آیه توریت، همین تورات میشه دیگه، با یه نوشته توریت. اماما و رحمتا، امام ایکن دخی رحمت ایکن، اماما و رحمتا، امام ایکن و دخی رحمت ایکن اولائکه شنلر. حالا شنلر یعنی صحابلر، یؤمنون به آنه. حالا اینجا یؤمنون را آنا اینانوروز، اینانور لر آنه، یؤمنون اینانور لر. حالا اینجا نون اینا، نون دوم رفته روی ز، اینو برای همین یه مقدار موندم. اینانور لر آنه، یعنی حالا و من نه دخی هر کم، حالا من نگفته اینجا، دخی هر کم یک فرو به کافر اولا آنه، اولا آنه. اوکی، حالا متوجه شدم چجوری می نویسه. خب بریم من الاحزابی bölüklerden، احزاب بلوک. خیلی برای اولین بار این معنی احزاب رو میبینم که میبینه در اون زمان حزب به معنی امروزی وجود نداشته که یعنی بلوکلر، قسمت‌های مختلفی از جمعیت که حالا دیگه اسم حزب اومده. بلوکلردن فنار موعده، پس اود وعدسی یه روز، یعنی کافر یری اددور، کافر یری اددور، یعنی جای کافر آتشه، کافر یری اددور. پس فنار موعده، پس اد وعدسی یه روز. فلا تکو فی مریتن منه، فلا تکو پس علم، تکو علم فی مریتن şak içinde, منه آندن، اینهو بیگ اول. اینهو نگاه کنید، این بیگ رو دیگه تکرار میکنه، این اینهو، این بیگ رو من اصلا برای اولین بیگ اول. الحقو حق دور من ربک، چلبندن. این رب رو چلب معنی میکنه، احتمالاً چلبی که هم هستش از همینه، یعنی حق، چلبندن. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولیکن اکثر آدملرون چوغی الناس، الناس رو اول آورده، آدملرین چوغی، چون که صفت و موصوف در نه مضاف الیه، ها نه این صفت و موصوفه فکر کنم، موصوف ناس، اکثر قبل از اونه، حالا نمیدونم. این در عربی معکوس ترکی هستش، در ترکی آدملرین چوخو، برعکس اون در عربی اکثر الناس میگه. لا یؤمنون اینان مزلر. خب بریم صفحه 150 پی دی اف ببینیم که اونجا چی میتونیم بخونیم. الی ربک، دوباره نگاه کن، این رب رو چلبگر، چلب نمیشه دیگه. الی ربک چلبنه. جالبه این چلب به چه اونجا به حق ببینی، حق هم خوندیم اینی. فاسأله یا پس سر آنه،
سرعانه فاسأله همون پس سرعانه، این سر رو با صاد نوشته، این برای اولین باری که میبینم سرعانه. ما بال نسوة اللاتی تدر hali nedir hali öğretlerin. Pes sor ana nedir hali öğretlerin. Ma bale en nisavati nedir hali öğretlerin. Allati anlar kim? Ele hanımlar yani. Öğret اینجا به معنی خانم، خان. Anlar kim? قطعن ایدیهم کستیler ellerini. اینجا تشدیدم گذاشته ellerini. این ربی بکیدهن علیم. این بیگ ربی چلبیم یا چلبیم çelebim bekeydehim yüz sanduğni anlan alim bilicidir. حالا اینجا آنların باید باشه. آنların yüz sanduğni آنların احتمالا این دوز باشه ولی yüz میخونه. yüz sanduğni. Sanduq اینجا صندوق değil ha, sanmak. Sanduğni yani sandığını sanmak. Sandığını bilicidir. حالا اینجا این رو معنی کرده، گفته یعنی öğretler düz dendir. حالا اینجا سنله. حالا زنا با تو رو راست نیستن. انگار یه چنین چیزی باید بخونیم. بذارید اینو بچرخونم ببینم میتونم اینو یه بار دیگه هم بچرخونم میشه خوند. Yani öğretler düzdenden سره. نمیدونم، نتونستم این کلمه رو بخونم، خیلی خطش عجیب بود برام. خب برگشتیم سر خط خودمون. کجا بود؟ رفتیم اینجا. قال ما حتبكم کنن. ما حتبكن از رادتن یوسف عن نفسه قلنا حاش الله ما علمنا علیه من سوء. قالت امرأة العزیز الان حس. حالا این حس چی هستش؟ الحق انا رعودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. خب حالا برگردیم اول که ببینیم چیه. عربیش هم نتونستم بخونم راستش بود. قال ما حتبکن. قال ادی ما ندر. حتبکن اشکنز اشکن. اینجا الف شه که احتمالا رزه باید باشه یا چی. این خط و اینجاهاشو دیگه نمیتونم بخونم. از راودتون نه اول وقتی کم eşittiniz Yusuf'dan an nefsihi kendüzni an nefsihi kendüzni
Golna ettiler haşa adalgdır ارلکدور. حالا این چیه؟ این چی میشه باشه نمیدونم. هاشا رو داره احتمال ارلک میتونستم ارلکدور یعنی ارالکدور. هاشا ارلکدور. لله تنرینین ما علمنا bilmedik aleyhi onun üzere min hiç su'in yüzlük. این yüzlük su معنیسine داره به کار میبره. yüzlük yüzlük. قالت etti aziz امرأة عزیز امرأة العزیز. قالت امرأة العزیز etti aziz عورتی الان imdi. حسحسا ثابت oldu. حسحسا ثابت oldu. الحقu hak. انا ben رعودته استدم آنی. حالا خانم زلیخا رفته پیش سلطان داره اعتراف میکنه که آقا من میخواستم، من هوس یوسف کرده بودم. ان نفسهی کندوزندن همان کندوزندن و این نهو دخی بیگ اول. این بیگ رو نمیدونم، این رو باید یه جوری به در لمین از سادگی این gerçekler لندر gerçek لمدر. اینجا یه چیزی هستش که gerçekmendir. اوکی، این که هستش gerçek ل هم داره، ل م نون دال ر. gerçekmendir. صادقین اینجا gerçek حاله هستش دیگه، میدونیم. حالا اینجا اومده دوباره این رو معنی کرده در 3 جمله که یعنی چی؟ یعنی جبرائیل اتی، نمیتونم اینو، Cebrail etti. Ol gün kim gast eyledin anın دخمی خیانت ایلمدن dedi. اینجوری گفته. حالا من خیلی دیگه هم صفحه هم باید معکوس بکنیم بخونیم ببینیم چی هستش. بذار ببینیم میتونم معکوسش بکنم اینو. حالا پیدا کردن اون قسمت خیلی سخته. یه بار دیگه بچرخونیم ببینیم که میتونیم اون رو پیدا بکنیم. Cebrail yani Cebrail etti ol gün kim gast eyledün anda dahmi خیانت eylemedün dedi. احتمالا این دخمی هم نمیشه، دخی هستش، احتمالا دخی خیانت eylemedün dedi. خب کتاب رو برگردونیم به شکلی که بتونیم دوباره ببینیم. آها اینجوری و بریم سراغ این قسمت. بریم صفحه، حالا دیگه یه مقدار بذاریم ببینیم چه مدتی، 1 ساعت و نیمه. خب بریم صفحه 200 کتاب، یه مقدار سرعت بدیم که بتونیم تمومش بکنیم. و حالا اینجا آیه ظاهرا تموم میشه. ولا یعتون، حالا ترتیلا چی میشه؟ بیان ایلمک، ترتیل بیان ایلمک. ولا یعتونک، ولا دخی گتور میلر یعتونک، ولا یعتونک گتور میلر سنه که سنه به مثل الا جیناک bir مثل الا kim گتردن یا گتردن جیناک یعنی tartışık için açın yani tartışık için. Tartışık yani dardaşık yani tartışmak yani tartışık için.
حالا tartışmak به معنی گفتگو و جدل، اینجوری. گتردن بالحقی حقی و احسنه دخی گرکلک. احسنه رو یه چیزی معنی کرده که باید حالا دخی گرکلک گرکلرن. نمیدونم، من ترکیم خیلی ضعیفه، یعنی هیچ ذهنیتی در مورد این کلمه ندارم که ببینم اینو باید چجوری، چون صدا هم نداره، اینو باید چجوری بخونم. آیا همشو باید اینو مثلا گرنلرک. احسنه یعنی گذلیک، اما این یعنی اینجا اونجوری ننوشته، یه جوری نوشته که نمیتونم، ترکیم خیلی ضعیفه، نمیدونم. گرگلرن نمیدونم، نتونستم اینو بخونم بفهمم. تفسیرن احتمالا باشه بیان ایلمکدن یا نه. الذین آنلر کم یحشرون گپرانلر همان یحشرونه گپرانلر علا گپرانلر yüzleri üzere علا وجوههم yüzleri üzere. این علا وجوهیم یک کلمه هست انگار، مثلا حرفه، میگه yüzleri üzere الی جهنم دکن اولئک آنلر شرون yüzergeder احتمالاً yüzergdir. در این شرون فعل در فعل هستش، ولی شر خودش yüzerg یا yüzerg. yüzrek هم olabilir. yüzrek نمیدونم چجوری باید بخونم. yüzrekdir یا yüzürgüdür. مکانن یعنی yerden yana. این یانا هم، این برای اولین باره که میبینم یانا رو هم با که مینویسه، نون رو، یانا. و ازل سبیلا دخی azğunrakdır. آها این نگاه کن، yüzrek، ها شرون yüzrek. حالا متوجه شدم چجوری. yüzrekdir بودم azğunrakdır. azğınrakdır. اوکی. این حالا اون کلمه هایی هم که تا الان اینو غلط خونده بودم، حالا یواش یواش داره برام جلوه پیدا میکنه، یه تصویری ازش دارم میگیرم تو ذهنم که yüzrekdir یعنی شر، yüzrekdir şerdir yerden yana ve azallu sabila dahi azğunrakdır yoldan yana. Ve laqad atayna Musa dahi big verdün یا وردک موسایه، این که باید باشه، وردک موسایه الکتابه تورتی. حالا اینجا کتاب رو اسم، اونجا که گفت قرآن، اینجا هم میگه تورات رو مینویسه، میگه کتاب منظور، یعنی اینجا کتاب همون توراته، اسمش کتاب هستش، همونطور که برای محمد هم گفتش که اسمش کتابه ولی قرآنه. و جعلنا معه دخی ایلدون آنونله یا ایلدک آنونله معه آنونله اخاه هارون وزیرا. گردشنی اخاه، گردشنی هارون وزیران. حالا اینجا وزیرن هم وزیر رو یه معنی جدید داده. وزیر رو آرگدورجی، آرگدورجی، آرخادورجی، آرخاوریجی، ببخشید، آرگوریجی. وزیر به معنی آرخاوریجی. خیلی جالبه.
خیلی زیبا بود. من این امروز کلمه های جدید رو دارم یواش یواش یاد میگیرم که ترکیش چی است. وزیر یک کلمه عربی آرخادروجی. قبلا هم یه جایی اینو خوندیم به معنی معاون رو خوندیم که چی بود حالا یادم نیست. فقلنا اذهبا الی قوم الذین کذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیرا. تا اینجا بخونیم. فقلنا پس ادک اذهبا وارون. اذهبا وارون در عربی برای یه نفر فعل هستش، برای دو نفر فعل هستش، برای بیش از دو نفر هم جمع میگن فصلش. در ترکی برای یه نفر فعل هستش، برای دو نفر نیست، برای بیش از دو نفر جمع هستش. حتی دو نفر هم جمع حساب میشه در زبان ترکی. فقلنا پس ادک اذهبا وارون الی قومن. قومیدن یانا. این یانا خیلی جالبه برای اولین بار. الذین آنلر کم کذبوا یالان تدلر. کذبوا یالان تدلر به آیاتنا آیتlerimizi. فدمرنا پس هلاک ایلدک آنları. تدمیرن هلاک eylemek gibi مثلا. و قوم نوح دخی نوح قومینی لما کذبو اول وقتی کم یالان دوتیلر. کذبو یالان دوتیلر الرسول پیغامبری. اینجا باید پیغمبرلر باشه، یعنی جمع باید باشه. پیغامبری اغرقناهم بغدق سوده. اغرقناهم بغدق سوده و جعلناهم ایلدک آنلری للناس آدملره آیتن بیر نشان من dedim بیر نداره نشان. و اعتدنا للظالمین اعتدنا دخی ینقلدک احتمالاً اعتدنا یدقلدک هم میتونه باشه، یرگلدک هم میتونه باشه، ینقلدک هم میتونه باشه. اعتدنا حاضر اتمک یعنی اینجا یه جوری نوشته یه ده مثل اینکه فاصله کوچه هستش نمیدونم این چسبون. ینقلدک احتمالاً باشه بهتره. ینقلدک للظالمین ظالملر یا ظالملره عذاب علیما ağırdıcı ağır veren ağırdıcı. خیلی زیبا. بریم صفحه این چی شد 200. بریم 250 پی دی اف تو ببینیم که چه خبره. این صفحه 250 پی دی اف. آتینا لمبعوثون و آباؤنا الا الاولون. ای بیگ آینا این ای انا این چیه انا حالا ای بیگ لمبعوثون گویرنmişler Göperenlemişler müz yerden ya atalarımız atalarımız. حالا اینجا لمبعوثونه اینجا göperenlemişler miyiz yerden. göperenlemişler miyiz. گپmak یعنی کنده شدن. اینجا لمبعوثون این رو میخواد بگه، یعنی انگار که آیه میگه که اینا وقتی قیامت بشه، نمیدونم ها حدسم بر مبعوثون رو میخوام معنی بکنم، انگار که قیامت بشه این مرده هایی که الان مردن تو خاک شدن، اینا از خاک جدا میشن میان بیرون. اینو داره میگه. برای همین این کلمه یه مقدار برای منی که ترکی رو آشنا نیستم باهاش برام خیلی سخته. göperertmişler miyiz
ما اونهایی هستیم که از زمین جدا شدیم. گوپرن لمیشلر لمیشلر یمیوز، مثل این که سوالم میپرسه ما اونایی هستیم که از زمین جدا میشیم و آباؤنا و آتلرمز الاولون. حالا این اول رو ننوشته، اول میگه اول الدکلری. حالا این کلمه هم برای من اولین باره که دارم اولین رو میخواد بنویسه، ولی نمیخواد بنویسه اول، مینویسه آکونلری، آنونلری، اکتنلری. این اولین رو یه چیزی نوشته که من آلدنلری، مثل دا هم خونده میشه الف که دال که لام ر یه، آندنلری. این اولون رو میخواد یه کلمه ترکی براش بذاره به جای اول، ولی من اینو ذهنیتی ندارم از این صدا، از این کلمه، یا نمیتونم آندنلری آلدنلری، نمیدونم نتونستم این حروف رو به هم ببینید این نقاشی حروف رو به هم بچسبونم، یه کلمه بسازم که برای من یه معنی بده. نمیتونم. اینقدر در زبان ترکی ما رو فقیر و ذلیل نگه داشته این رژیم های 100 سال گذشته در ایران و احتمالاً حتی در دنیا. این بعد از جنگ جهانی اول تا به الان به خصوص این بلا سر ما اومده. گل نعم ایت اوت. اوت یه کلمه جدید نیست. پس من فکر می‌کردم این اوت کلمه جدیدیه که حالا اینا ساختن، ولی اینجا میگه ایت اوت، اوت بگو. یعنی حالا یعنی نوشته خودش زیرش، یعنی گروگلمیز، گروگلرمیز. احتمالاً گروه همون به معنی گروه باشه. گروگلمیز. گل نعم ات اوت و انتم دخی سیزلر داخرون خورلر ایکن و زلیل ایکن. داخرون رو دو معنی کرده، خورلر ایکن و زلیل ایکن. حالا اینجا اومده بیرون صفحه کل این رو چیز کرده، جواب شرط مقدر. حالا اینو باید صفحه رو بچرخونیم بگیم که اینکه انگار که مثلا میگه یه سوال پرسیده بوده برای اون داره جواب میده. میگه فإنما هی زجرتون، انما هی زجرتون واحده. حالا این فإنما چیه؟ بیگ هی دگل اول بعث دگل او بعث رو حالا اون مبعوثون که بود اون رو اینجا به عنوان بعث گذاشته، ولی استه گوپرن لرمیشلر حالا اینجا بحث میگه زجرتون الا فانما هی الا bir çıkarmak. دگل اول بس انما هی زجرتون دگل اول الا بس. این زجرتون الا بس، این زجرتونه الا بس bir واحدتون bir çıkarmak فاذا هم ینظرون. پس اول وقت آنلر ینظرون بگرلر مقبرلریندن گالگوب. مقبرلریندن یعنی اون جایی که دفن شده بودن، همون چه فکر کردم اونه، مبعوثون همونه، روز قیامته. بگرلر باخاللر همون بگرلر
Makberlerinden kalkıp bakarlar makberlerinden, kabirlerinden. Ve galu dahi ettiler ve galu ettiler گذشته. Ve galu ettiler ya veylena ey azabımız hada iş bu. Azabımız iş bu. Yevmeddin cezası gündür. Yani اعمالimizin ceza günüdür. اینجوری رو میخواد بگه. یعنی رو خودش گذاشته، یعنی من این جزء آیه نیست، من دارم تفسیر میکنم. هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون. işbu yevmun. işbu haza işbu hükmü. eylemek günüdür. اینجا گفته که جواب ورب دیرلر. حالا این برای اون سوال اونها جواب داره میگه. اینجا هم خودش نوشته الذی اولکم کنتم اولدونوز عادی آنه بیهی آنه کنتم اولدونوز عادی آنه تو کذبون یالان دوتوسن. حالا این دوتوسن احشرو لذین ظلمو. اینجا احشرو رو درک نوشته یا درک، یعنی فرشته‌ler 8 ایلک یعنی به جمع ایلک. حالا اینجا یه چیزی نوشته که نتونستم بخونم، یعنی رو خواسته اینجا توضیح بده. یعنی فرشته‌ler 8 ایلک یا ایلن، یعنی گوپرس و جمع ایلک. نمیدونم، این رو نتونستم بخونم. حالا احشرو رو درک نوشته. احشرو الذین آنلر کم ظلمو ظلم ایلدلر ازواجهم دخی بدشلرine یا ازواجهم یعنی چیز، اما اینجا یه چیزی نوشته دخی یعنی پوتا تبرای پوتا. این پوتا چی هستش؟ یا بوتا یعنی بوتا ترا پوتا تپله بیلدوزه تپش یلدوزه. نمیدونم اینجا این قسمت رو که ترکی هم نوشته نمیتونم هم بخونم همین که بفهمم، چرا اینکه با این کلماتی که ترکی من آشنایی ندارم متاسفانه. حالا اینجا بندشلرین یا evindelerin yani dinlerinde اولادlerini. حالا اینجا ازواجهم رو دخی اینجا یه چیزی نوشتی که بازم میگم جزو اون کلماتی که نتونستم بخونم. و ما کانو یعبدون دخی ما دخی ما آنکم کانو اولدولر یعبدون تپرلر. تاپمق الان این در ترکیه خیلی به کار برده میشه. تاپاناق مسجد، عبادتگاه. تپرلر عبادت میکنند. نگاه کنید این کلمه ترکی بوده، با ته دسته دارم نوشته اینجا. تپرلر یعنی عبادت میکنند. تاپاناق عبادتگاه. من دون الله تنریدن آیروغه. آیروغه یعنی دیگری، تنریدن آیروسونه یعنی آیروغه یا ایروغه. دون الله. ایراق کلمesیم. ایروغه ایراق از کلمه ایراق ساخته شده. ایراق olsun یعنی uzak olsun.
ایروغه یعنی ayrı, uzak. فَأَهْدُوهُمْ اِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ پس yol gösteren onlara فَأَهْدُوهُمْ yani bildirin kensulerler. اینجا خیلی نمیتونم بخونم، خیلی عجیبه. الی صراط الجحیم، تامو یولوندن یا نه. جهیم رو تامو نوشته دوستان، این ترکی این جهیم تامو. جهیم رو تامو معنی کرده. تامو یه کلمه برای جهیم که عربی هست. نگاه کنید چقدر ما از ترکی بیگانه شدیم. بریم صفحه 300، یکی دو آیه هم از صفحه 300 بخونیم و ببینیم که چی هست. یومون یدعون یومون الگون جدل سلر یومون یدعون الگون جدل سلر یا سرلر همون باید این به هم چسبیده باشه. سلر نمیدونم این سلر یعنی چی. جدل سلر یا جدل سلر، احتمالا جدل سلر یعنی زور بکنن. جدل سلر یا جدل سرلر، جدل سلر مثل جدل شرر، جدل شمک، مثل اینکه اینجوری باید بخونیم، مثلا بگیم سه نقطه هاش افتاده. جدل شرلر یعنی دو طرف برای هم فشار میدن. ایلا نار جهنم، تامو ادوندن بیانا. نگاه کنید دوباره جهنم رو، اون جهیم رو تامو با تی دستر دامو، مثل دامو به کار برد. دامو اوندن یا نه. دعن هاده النار جدل سلمک، سرلمک همون بالایی. یدعونه اینجا دعا. جدل سرلمک، سرلمک اونجا هم سرلر، سرلر پس اینجوری جدل سرلر. هازه النار اشبو اد التی اولدرکم، التی اولدرکم کنتم اولدونوز آنی بها آنی تو کذبون یالن tuttunuz. Yalan tuttunuz. Duttunuz. Yalan tuttursuz. Yalan dutarsız. Yalan dutarsız. اوکی تونستم بخونم بالاخره. یالان دوترسوس. مادامی که من نتونم کلام، مثل یه زبان خارجی الان این کتاب برای من، یعنی زبان ترکی علمی سنگین، مثل یک کتاب به زبان خارجی که دارم یاد میگیرم، در نتیجه نمیتونم کلمات رو درست بکنم. الان مثلا یه نفر که زبان آلمانی نمیدونه مثل من، بخوایم زبان آلمانی کلمات بزرگ رو که خیلی مثلا ممکنه یک کلمه، من میدونم که مثلا بزرگترین کلمه‌ای که بشر ساخته آلمانیه که بیش از 50 حرف رو به هم چسبونده تا یک کلمه بشه. حالا در زبان ترکی هم اینجور وجود داره، یعنی شما کلمات بزرگ رو میتونید بسازید. منتها کسی که نمیدونه این کلمه باید چجوری خونده بشه و ذهنیتی نداره از اون کلمه، نمیتونه این کلمات ترکی رو بخونه. من هم الان دقیقا مثل یه بچه هستم، یه بزرگسالی هستم که میخوام زبان ترکی رو یاد بگیرم. اینقدر وضعیت خرابه. افا سحرون هازا ام انتم لای تبصرون. افا جادو لمکدر. افا هازا اینجور میگه، داره میپرسه جادو لمکدر هادا ایشبو ام
اینجا تا نوشته، تا انتم سیز لا تبصرون جرمز مز، جرمز مز، جرمز مز، سوال داره میپرسه. مز میسز انگار مثلا جادولمک در ایشبو تا سیز جرمز مز، جرمز میسینیز، انگار اینجوری به زبان امروزی باید بگیم جرمز میسینیز. اسلوها فصبرو و اولا تصبرو، گرک اوده صبر ایلیک. این افده هم میتونه باشه، گرک افده صبر ایلیک یا صبر ایلمک. حالا اینجا دوباره قاطی شده، یعنی صبر ایلدük ایلدگünüz صبر ایلمدگünüz دور. یه چیزی اینجا بالا نوشته که باز دوباره به خاطر این چیز سواء علیکم انما سواء علیکم برابر دور، سواء برابر، سواء برابر دور علیکم üzerinize انما جزارون مسس انما تجزون جزا جز ürünmezsiz ceza verilmezsiz جزا verilmezsiz. حالا اینجا این کلمه رو خوب نمیتونم بخونم، باشه یه لام داره. جزا verilmezsiz، اوکی نون نیستش بس اون. جزا verilmezsiz ما کنتم الا آنکم تعلمون işlersiz. Ceza verilmezsiz illa on kim işlersiz. İnnel muttaqine big sakınceler, muttaqin sakınacaklar ihtimalen. İnnel muttaqine yani big sakınceler fi cennatin ve neyim, uçmaklarda dür. فی جنات uçmaklar، uçmak یعنی جنات. پس من اون چیزی که نمیدونستم فکر می‌کردم یعنی میپرن، اون به معنی نیستش، به معنی بهشت. uçmaklarda dür و نعیم دخی dinlenmekte dür. دخی نعیم رو نگاه کنید، نعمت ننوشته که dinlenmek استراحت. دخی dinlenmektedir. حالا این کلمه هم برای اولین بار. حالا من با این خوندن این آیات کلمات ترکی یواش یواش تو ذهنم شکل میگیره، چون ما بسیار جمله های ساده رو در کتاب ها می نویسیم، ولی قرآن یک کتاب پیچیده هست. نهج البلاغه یک کتاب پیچیده هست. حالا شما بیاید اینها رو ترجمه بکنید، اون پیچیدگی زبان عربی رو بخواید در زبان ترکی نشون بدید، باید پیچیده بنویسید، پیچیده صحبت کنید. این پیچیدگی رو الان من در این کتاب دارم یاد میگیرم که زبان ترکی چقدر کارایی و قدرت داشته. این برای اولین باره که واقعا میگم در این 200 خورده کتابی که تا الان باهاش آشنا شدم به زبان ترکی دستنویس قدیمی، این کتاب بی‌نظیره. و فی جنات و نعیم uçmaklardadır dahi dinlemektedir. یعنی حالا این فاکهین لذت دوتیجیler tutanlar فاکهینه لذت دوتیجیler بالدار نوشته دوتیجیlerken بما آتاهم ربهم verdi onlara ya çelebiler in Rabbihum çelebiler ve gihim
و قیهم ربهم دخی سقلدی و گایگی ساخلماخ و دخی سقلدی آنلری هم آنلری ربهم چلبلری عذاب الجحیم تامو عذاب تامو ببخشید جهیم تامو عذاب عذابندن تامو عذابندن جهیم تامو بهشت یا جنت uçmak cehennem tamu جالب این کلوا واشربوا هیئا بما کنتم تعملون ین کلو ین و دخی و اشربوا ایچن ین یعنی ین جمعه من برای اولین بار اینو میبینم نگاه کن یه و کاف که نون خونده میشه یه از کلمه یماخ یم ین ییز یعنی ییز حالا اینجا کلو ین و دخی اشربو ایچن دوباره الف چه نون کاف همون ایچن بو هیع به ما کنتم تعملون seçci andan ötürü kim oldunuz işlediniz حالا این من یواش یواش دارم میفهمم که این ل و ر نیست که میچسبه همون ل هستش دیگه مثل الف یه الف و یه ل و ر هم بهش میچسبه این ل همش کلا ل هستش حالت الف و لی که به لامی که به هم میچسبن و مثل به ر ختم میشه این کلا ر هست لام هستش işlediniz متکئین علی سرر تکیه متکئین تکیه ürecilerken tekiye ürcilerken احتمالاً ürciler باشه ürcilerken ala sürülün tahtiler üzere masfufaten düzelmiş yani bir neçe yanında bir neçe yer bir neçe yer neçe yanında اینجوری معنیش اینه که bir neçe yer bir neçe yanında bir neçe yer neçe yanında ve زوجناهم بحور عین dahi cüflendirdik ve zevvecna cüflendirdik anları anları cüft البته اینجا جفت نیست çiftlendirdik anları behur in huriler yani garisi ki garisi karı garisi ki garagi ki ag gara agi ki ag gözleri olur. O hurul in یعنی چی؟ اینو داره میگه. هورول این رو داره معنی میکنه. ما هورول این رو به معنی هوری گرفتیم. این چی میگه؟ میگه هوریلر یعنی گرسی چی؟ هوریلر یعنی گرسی چی؟ گره آقی چی؟ این هم گرسی هست یعنی گره آق چیزی با هم دو رنگی که آق gözleri olur. آق جزلری olur. گر آقی که آق جزلری یعنی هورل این یعنی که چشم سیاهی داره. خیلی این جالبه. گرسی چی؟ گر آقی چی؟ گره و آقی چی؟ آق جزلری olur. والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم به ایمان حالا بذارید
dahi onlar kim vellezine dahi onlar kim amenu iman getirdiler ve dahi övdüler onlara, uydular onlara, itteba'a uydular hum onlara, zürriyetehum nesilleri, imanla be imanla elhakna bihim oluşturduk yani uçmakta behişte elhakna bihim oluşturduk yani uçmakta cennette zürriyetehum nesillerini ve ma aletnahum alet dahi aksimeden این azalmadan aksi منها دیگه اکسی هم که امروزه به کار میبرن در زبان ترکی برای منها همینه اکسیمدن. حالا اینجا بعد از میکشه انگار که سه هستش اون نیست. اکسیمدن هم آنلری من عملهم عمللerinden من هیچ شیء نسنه کل امرئ هر اینجای کلمه رفته پاک شده نمیدونم چیه به ما کسب ایلدونه کسب به ما کسب ایلدونه رهین دوتور tutmak رهین tutur ve amdadna dahi artırdık amdad امداد etmek de از این کلمه ساخته شده امداد artırdık اضافه کردیم artırdık هم آنلره به فاکهتین یمش فاکهه اینجا به معنی سیب نیست به فاکهت یمش و دخی لحم ات مما یشتهون آندن کم آرزو eder یعنی آرزولر اینجا به معنی آرزو eder آرزولر. تمام. بریم صفحه آخر قرآن رو هم 350 رو خیلی زیبا واقعا عاشقانه. این صفحه آخر که قل اعوذ برب الفلق هستش این سوره عکسی که ازش گرفتن تار در اومده در نتیجه نمیشه ترکیشو اصلا خوند. حالا عربیشو به خاطر اینکه آدم یه مقداری با سوره آشنا هست میشه خوند اما دیگه نمیشه این صفحه رو خوند به خاطر اینکه انگار مثلا خیلی تار از پشت یه شیشه بخار عکسشو گرفتن. بسم الله الرحمن الرحیم رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض اونم از بین رفته. حالا صفحه بعدیشه احتمالا. بذارید ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم معنی نکرده بسم الله رو همون که اولش معنی کرده یه بار دیگه میگه بحثه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا اذا گجن جاء گله نصر الله تنری یاردمی و الفتحی آچمک یعنی مکه فتح آچمک فتح و الفتح آچمک و رأیت الناس و دخی جرسیز و رأیت الناس و جرسیز آدملری الناس آدملری یدخلون گرورلر فی دین الله تنری دینینه افواجن بینلر یا بینلر. خب بقیه حالا باید سوره رو تغییر بدیم بریم یه صفحه بالاتر یک آیه یک سوره رو هم بخونیم. اینجا یه سوره های کوچیک البته خیلی بالا رفتم من
بریم پایین تر. یکی از این سوره های کوچیک رو، البته خیلی هم کوچیک نیست این سوره ها، النازعات هستش و اینها. چقدر بالا رفتم. حالا سوره شمس اینجا بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار. تا اینجا رو بخونیم و بریم. اذا گجن، اذا پس به معنی گچن، به معنی زمانه، گچن. الشمس جون، کورت در لا سرله، در لا سرله، احتمالا اینجوری باید بخونیم، کورت در لا سرله. خیلی جالبه این. اذا الشمس کورت گچن جون در لا سرله، گچن جون یعنی در لا سرله. و اذا دخی گچن النجوم üldüzler inkederet döküler، از آسمان بریزند. و اذا دخی گچن الجبالو تغلر، داغلار، حالا با تی دسته دار، داغلار تاغلار، سیرت یردنله، سیرت yürüdünle ve iza dahi geçen el işaru on ilik bu telcih düler. نمیدونم این یعنی چی، نتونستم. اتلت ترک اولنه و از الوحوش دخی گچن yerin canavarları حشرت درینله، حشرت درین. اونجا هم یه چیزی بود سویرت درونلر، احتمالاً درونله، دوردنله، نمیدونم، اون نمیتونم بخونم. حشرت درینle و از البحار دخی گچن دنیزلر. خب این آیات رو من میخواستم آیات یه سوره کوچیک بخونم، خیلی رفته بالا. و خب امروز با یه کتاب بسیار بسیار عالی آشنا شدم. 2 ساعت و 7 دقیقه هستش که با این قرآن ترکی عربی دست پنجه نرم میکنم. به نظرم کسی که بخواد زبان ترکی رو یاد بگیره باید این قرآن رو بخونه به ترکی. خیلی زیبا نوشته، یعنی کاربرد زبان ترکی رو به طور خیلی تخصصی به کار برده و کلمات عربی رو، اکثر کلمات عربی رو ترجمه کرده به ترکی. و این آشنایی با فرهنگ و زبان ترکی خیلی خیلی میتونه ما رو کمک بکنه که از این مهندسی جهل، زندان مهندسی جهل بیرون بریم. به امید دیدار در روز دیگر.